با عرض احترام و صمیمیت خاصه به فرد شما بیننده های عزیزی که از اون سوی دوربین برنامه فضای تلویزیونی سفینه رو تماشا میکنید و دوستان عزیزمند، ما در برنامه‌مون اینشب مهمان داریم هنرمندان ناحیه دنقره رو، هنرمندان بخش فرهنگ که نوازش نخستین رو در اینجا رامشگران بخش فرهنگ روی کار آوردن و من سپاس میگم به هر کدام شما برای اشتراک و برای مهمانی آمدن به برنامه ما. تشکر که دست خالی نآمدید. خب عزیزان دل، در پهلوی من نشستند سنگک امیر، راهبر بدیعی شعبه فرهنگ ناحیه دنقره، همچنین شاعر یوسف حسنی نظیر و در پهلوی دیگری من نشسته است مسلمه نبی و آوازخوان شعبه فرهنگ ناحیه دنقره که من شما رو نیز خوش آمدید میگم به تلویزیونی سفینه. شما امکان دارید که از همین منبر برنامه ما به هواداران سرود و ترانه هایتون و به دوستداران صنعت والای موسیقی تاجیک سلام و پیام برسونید. مرحمت، از شما شروع میکنیم. خوب، تشکر. سراول سلام گرم و جوشان خود را به همه تماشاگران تلویزیونی سفینه میرسونم. بگذار در خاندان هر یک مردم تاجیک زبان فیض و برکت و آرامش و صلح باشد و همیشه در خاندان هر یک تاجیک و تاجیک زبان موسیقی سنتی تاجیکی همه وقت صدا دهد. بله، تشکر. و شما امکان دارید مرحمت بلندگک در اختیارتون. کارمندان شعبه فرهنگ ناحیه دنقره به تمام تماشاگران تلویزیونی سفینه میرسانم. ما یکمین بار نیست که در شبکه تلویزیونی سفینه برآمد کرده استیم. امروز اقدامی نگرفتیم که با یک بار دیگر با همراهی همین گروه انسامبل آوازدار ناحیه دنقره به برنامه شما آمده سرود و هنرهای کارمندان شعبه فرهنگ ناحیه را برسانیم. سلامت باشین، خوب هستین. مرحمت شما. درود به آنهایی که نزد آینه نیلگون نشسته و ما را تماشا میکنه، علل خصوص برنامه فرهنگی و ادبی فضا را، و ما امروز در خدمت همین اهل هنر و تماشابینان عزیز هستیم. تشکر. خوب، بیاید بعد از شنیدن یک موسیقی زیبا یک چند مصرع شعر از جانب شما از ایجادات خودتون ما و بیننده ها بشنویم، بعدا صحبت را آغاز کنیم. گمان میکنم که این باز رنگ دیگر میگیرد. تا هستی تو همرازم، همراز نمیجویم، با تو همه دم سازم، دمساز نمیجویم. آغاز چی میپرسی؟ انجام ندارد عشق، عشق از تو سرآغاز است، آغاز نمیجویم. از بین صد آواز من با تو هم آوازم، در گوش من آوازت آواز نمیجویم. من باز بیارایم با ساز و نوای عشق، با ساز تو میسازم، هیچ ساز نمیجویم. چون آرزی روی تو محراب دلم باشد، جز آیت عشق تو ابراز نمیجویم. سلامت باشین. تشکر. خب بیاید صحبت را با شما شروع میکنیم. در مورد آن بیاید صحبت کنیم که امروز کاری بخش فرهنگ ناحیه در چه حالت قرار دارد؟ هنرمندان، رامشگران، آوازخوانان چیکار کرده ایستادند؟ امروز در شعبه فرهنگ ناحیه دنقره ما تیاری برای آزمون تاجیکستان وطن عزیز ما 2 ماه باز که فعالیت کرده ایم. هزار بار شکر میکنیم که از ناحیه دنقره 20 نفر با دور سیوم یعنی دور جمهوری گذشتند. بجز از اونه که مثلا همین آزمون تاجیکستان وطن عزیز من است و یکم دیگر هشدار میسازد، یکم دیگر به قول مجبور میسازد که هنرمندان به کار ننشینند، باز اصلا نقشه کاری چگونه است؟ اصلا هر صبح از خانه میاییم به کار و یک نیت داریم، یک کار داریم، یک پیشه داریم. بجز از این باز بنده چی کار هستید؟ خب سرود و ترانه های نو ایجاد میکنید، آهنگ های نو ایجاد میکنید، چگونه است؟ البته آوازخوان‌های پیدا کرده ایم که زنده سرایی نمایند. ما با همین خاطر در برنامه فضا، در برنامه خاطره ها آوازخوان را جلب کرده ایم. شخصا خود من آرزو و هوس من همین است که بین جوانان آوازخوان‌های زنده سرا بسیارتر شوند.
ما کار فقط مبارزه برای همین زنده‌سرایی مبارزه برده ایستادیم کار کردیم. بله. خب کار کردن با مثلا یک دسته هنری که کاملا از عهده نوازش سازهای موسیقی میبرند چگونه است برای شما همچون یک راهبر بدیعی؟ مثلا هنگام آهنگ ساختن، هنگام مثلا آماده کردن سرود از هم دیگر چی میپرسید؟ برای شما چی کمک میکنن؟ در بین مطربای ما هستند نفرایی که مثال به حد مطربان خوب بهترین جمهوری هم بگیم فهمیش موسیقی خوب دارن حتما دارن. در اینجا بین این مطربان مونده بیروز جان چیلاєв هستند، در اینجا در اسکریپکا نشستند مینوازند. حیدر جان یوسفوف هستند، در اینجا آرنجировка میکنن موسیقی رو، تنظیم موسیقی میکنن. مثال شیرالی شیرماتوف هست که مثال اینجا معلم مکتب موسیقی رقم 2 نوحه دنگره میباشند. اینجا رمضان جان هستند، همش معلومات کار با آهن چگونه است؟ هر سحر راست شگم وقتی جای کار اومدیم حتما باید ما یکم موسیقی رو ایجاد نماییم که کار کرد کنیم که مثلا ما یکم آوازخوانی که پیدا شود، زنده‌سرایی که در بین ما پیدا شدن هستن هنرمندا در نوحه دنگره بسیارن، لیکن همه او را ما که آورده نتونستیم هستن هنرمندایی که شایسته هنری بلند خوب دارند. برادر عزیز ما یوسف حسن نظیر، با اندیشه شما کوتاه که من میپرسم که شاعر کیست و شعر چیست؟ شعر این گنجینه شاعر است. شاعر مثل همون شناور است که دوری سخن رو، مرجان سخن رو از قعر دل دایره‌اش برون میسازد و شعر این تابش سخن با بافت‌های گوناگون، با رنگ‌های گوناگون، با اندیشه‌های پاک، با اندیشه‌های مبارک و با صور خیال کشیدن از جانب شاعر است. حتی که میگیم شاعر که اندیشه دیگر در ما چرخ میزند، پیدا میشود که رسالتی او. ما برای مثال شاهنامه بی‌زوال پیر سخن فردوسی توسی را میاریم. اگر او شاهنامه را در طول 35 سال نمی آفرید، روی قهرمان‌ها رو زنده نمی‌گرداند، ما از کجا می‌دانیم که رستم داستان و سهراب یلد و کیخسرو و کیقباد و فریدون و مزدک و بله قهرمان‌های دیگری هست که در شاهنامه تصویر یافتند. رسالت شاعر همین دیگه همین رو همچون کاروان با ما آورده رسونده میره، از اون عصرها و با آینده ها برده همین رو رسوندن. این رسالت شاعر است. بله سلامت باشین، تشکر. و من فکر میکنم که شما همین رسالت بزرگی که برداشت دارید، یعنی که شعر که اصلا هدیه آسمانی است و امروز نصیب شما گردیده است، فکر میکنم که رسالت خودتان را اجرا میکنید و از اون یک معنویات میبردارید، یک زیبایی میبینید، یک حرمت و احترام میبینید. بله تشکر. پس بیاید با همین یک صحبت خوبمون ما نقطه نمیگذاریم، یک سرود میشنویم، بعدا صحبت میکنیم که برنامه‌مون دیدنباب شود و بیننده ما خسته نگردد. خواهش میکنم. خب گمان میکنم که مسلمه سرود میسراید. بله. چی سرود رو میسرایید؟ سرود خلقی میسرایم. خلقی. بسیار خوب. پس ما آماده ایم که بشنویم، بعدا صحبت میکنیم. دستت نبین ندازار مستت خیلی توی
اصلا چرا بیشتر میخواهید که خلقی بسرایید شما؟ برای آنکه همین سرودهای خلقی زودتر به دل خلق جا میگیرد. بله. خب ختم کرده کنسرواتوری هستید؟ ختم کرده دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسون زاده. بسیار خوب. در کدام رشته تحصیل کرده؟ در رشته موسیقی آموزگاری، شعبه موسیقی آموزگاری، فاکولته صنعتی موسیقی. صنعتی موسیقی. بله. بسیار خوب. من فکر میکنم که در اون بارگاهی را که شما تحصیل کردید و ختم کردید اون دیگر جایگاهی هست که از اونجا نابغه ها برآمدن، از اونجا هنرمندان برآمدن که خدمتشون در رشد صنعتی ملت تاجیک خیلی بی‌نظیر است. و چی آموخته در زمان 4 سال و یا 5 سال تحصیلتون؟ 4 سال بکالور خوندم، 2 سال دیگر ماجستراتور خوندم در دانشکده فرهنگ صنعت. در طول آموزش تحصیل در دانشکده فرهنگ شادروان استادم پیرف حسن که درس غیجک رو به من آموزانیده بود، غیجک رو آموختم و از همکورسانم نواختنی نی رو کمتر از بر کردم. بله. خب اصلا شما خودتون موسیقی رو از زمان خردیتون دوست می‌داشتید؟ بله، من از خردی موسیقی رو دوست می‌داشتم. بیشتر در آینه نیلگون سرودهای شادروان نگینه رؤوف را گوش می‌کردم. بله، نگینه رؤوف را همچون استاد غایبانه خود می‌حسابم. بسیار آفرین. یعنی تاثیر هنر بانو نگینه رؤوف و هنرمند خلقی تاجیکستان شادروان استاد صنعت شما رو آورد به این میدان که البته کشمکش‌های خیلی زیاد دارد دیگر. بله. هنرمندی که هم نوازش میکند هم میسراید اون دیگر یکم برتری دارد از دیگرها. به چه خاطر که مثلا خود هنگام انتخاب موسیقی، انتخاب سرود راحت میبرد، چون دیگر خود فهمیش موسیقی را نواختن یا که موسیقی را درک کردن دارد. خب ساز دوتا رو از کجا یاد گرفته؟ ساز دوتا رو خود آموزی کرده یاد گرفتم. وقتی ما در یک کوه و بیابان کلان شدیم، در مثال در دهه کلان در شدیم. ناحیه دنقره از کدام دهه هستید؟ از دهه لالزاری دنقره میگوین. اونجا مثال یک دهه خورده کک است. خیلی زیبا هم هست. بله، در میان لاله ها. بله. بهارش به نهایت زیبا و خوشمنظر است. طبیعت و جای زیست و عموما تاثیر هنرمندان به یک نفر که موسیقی را از زمان خردی دوست می‌دارد این دیگر به تاثیر نمیماند. بعداً به کجا کار رفتید؟ بعداً به کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان انسامبل دولتی فلک کار فعالیت کردم. آرامش خانواده، دوست داشتن صنعت، رشد هنر، این همه البته از همون محبت و دوستداری و احترام شما نسبت به این خاک و به این آب و به این سرزمین زیبای ما هست. امید می‌بندیم که همین گونه صنعتتان رشد کند. خب اکای امیر سنگکف، شما هم بگویید که مثلا در احاطه هنرمندانی که اینقدر فهمیش خوب دارن با وجود جوان بودنشان، اینقدر رامشگرانی که خودتون گفتید یعنی همگی که هنرمندان کسبی هستند کار میکنید و به شما چی کمک میرسانند؟ ما این کس را به نزدیکی به کار شرطنامه به کار قبول کردیم. از روز اول کم هنرمندایی هستند که اسباب‌های موسیقی یعنی غیجک یا که دمره را نواخته میتونند. ما یک بار دیدیم که هم غیجک مینوازد، دمره مینوازد، هم نای مینوازد. خودم در حیرت آمدم که زنی تاجیک ببین که از اوضاع چقدر اسباب‌های موسیقی ای همه قیمترین هست که مثلا غیجک ای حوده همین برآمدن. پس ما گفتم ای دختر ما با فکرم با دیگر نفرایی را پیدا میکنیم در ناحیه دنقره که پیروی همین کس شوند و با هنر صنعت مردم تاجیک بالا رود. بله بسیار خوب است. برادر عزیز یوسف حسن نظیر، در مورد اونه که خب نسل جوان و منورس ناحیه دنقره به شعر و شاعری چگونه توجه دارند؟ اشتراک آنها در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است چگونه است؟ سخن با مورد گفتیم. من شخصا رهبر در ناحیه دنقره محفلی ادبی و فرهنگی آبتای حوزه دنقره عمل میکنم. طولی 21 سال شد. این زمان 6 ساله که من رهبری همین محفل را با عهده دارم. و پارسال توانستم از حساب عضو همین محفل، اعضایان محفل 6 نفره تا دور جمهوری از حساب نظم فروغ صبح دانایی در نمینه سه نظم از دور پایانی تا دور
جمهوری بردیم. خوشبختانه 2 نفر همین غالب آزمون شد. یکی جای دوم، دیگری جای سوم. 2 نفر دیگه افتخاری گرفتند. و این سال هم کوشش کردیم 8 نفر رو ما از زینه پایینی تیار کردیم. علاوه 5 نفر ولایتی رو گذاشتن و دور جمهوری رو خود گرفتن. شخصا خودم هم اشتراکی همون آزمون هستم. خب طلبات های آزمون چگونه است؟ در نمینه شاعری 12 تا طلبات هست. از غزل، سرشیر غزل، داستان، ربایی، دو بیتی، مخمس، ترجمه، ترکیبند، همه طلبات های نظامنامه را باید همین داوطلب از اودش براید. و ببینید شاعر جوان، شاعری که نو قلم بر دست میگیرد و گفتیم که دیگر سخن هدیه آسمانی هست، ولی شاعر باید از وزن عروض با درک باشد تا جایی که مثلا من آگاهی دارم. برای این علم رو از بر کردن چیکار باید کرد؟ شاعر باید به کجا، مثلا شاعر جوان به کجا سر درآورد، به کجا از کدام کتاب ورق زند؟ در محفل ما زیاده از 100 تا عین زمان عضو محفل است. در اینجا ما وزن عروض دان هم داریم، خافیه دان هم داریم، تمامی همین نازکی های شعر میفهمیدگی داریم، با همون کار میکنیم. وقتی که ما شاگردا رو آماده میکنیم، ما وابسته میکنیم که شعر همین ربی با همین شاگرد کار کن. نه همین گونه است. همین گونه هست. تشکر میگویم. چند مصرع دیگر قرائت کنید، بعدا ما با مسلمان نوبت میدهیم که یک ترانه بسرایم. رونق و علم و معارف پیشت، صلح و وحدت جوهری اندیشت، خلق تاجیک را نمودی با هدف، شد نصیبت شهرت و شان و شرف. در حقیقت پیشوای ملتی، جان نثار جان فدای ملتی، رمز فخر تاجیکان پیشوا، راهنمای کاردان پیشوا. می رویم از پشت تو تنها به پیش، می کنیم اجرا همه اهداف خویش، می کنیم از کار بارت افتخار، پیشوای ملت وحدت شعار. در وطن سازی اصالت یافتیم، شهرت و بخت و سعادت یافتیم. تشکر. خب سلامت باشید. مسلمه بانو ترانه دومتون چی نام دارد؟ میخوام که یک علی مادر خونم. بسیار خوب می شود. کودک مزون و زیبا
همین ساعتی که حالا برنامه ما پخش شده ایستاده است، تفلکانی که در گهواره هستند حتما با علیه شما خوب میروند و مادرانشون به شما احسن میگویند. سلامت باشین. تشکر. زنده باشید. و بیننده های عزیز، من بار دیگر سپاس میگویم به همه شما که وقت میابید و برنامه های ما را تماشا میکنید و اگر ما ذره توانیم با پیشنهاد برنامه هامون طعم و ذوق شما را بریده گردانده باشیم، این موفقیت ما گروه ایجادی است. و از رهبر بدیعی شعبه فرهنگی ناحیه دنقره پرسان میشویم که مقصد و نیت های نجیبتان در پیش چگونه است؟ орзу ва ҳаваси ман ҳамине ки сурудҳои нав пешниҳод кунем ба мардум, боз ҳамин یک خدمت فرهنگی фарҳанги کنیم. худро расонем ба мардуми тоҷик. بله، سلامت باشید. البته. تشکر. سال به سال به اندیشه شما دوستداران شعر و سرود و ترانه و کتاب و کتابخانه زیاد شده ایستاده است یا نه؟ همین آزمون‌ها برای همین اهل کتاب یک تکانی شد. این دیده ایستادیم که آزمون‌های پای در پای، چی فروغ سمیدانویی، چی دیگر آزمون‌ها روز به روز همین صف کتابخانه‌ها رو زیاد کرده ایستاده است. حتی به هم درجه است که جوان‌ها با ما میل دارند از شعر و از کتاب و با ما همکاری میکنند. تشکر. سلامت باشین. برای کار میخواهیم به شما. تشکر به شما نیست. در راه ایجاد، در راه رشد صنعتی ملت امیدوارم که خدمت‌های ارزنده خواهید کرد و رسالت خویش را اجرا خواهید کرد. تشکر. سپاس به شما. و مسلمان بانو، شما در دل چی مراد دارید؟ در آینده میخواهم که همین اسباب‌هایی که مثل سازهای موسیقی که در دست دارم، همه اینها را به خوبی از عهده نواختنشان به خوبی برایم و سرودهای نو به نو ایجاد نمایم در وصف وطن مادر. در بیشتر سرودهای خلقی ایجاد کردن میخواهم و چندین سرودهای ثبت نکرده هست که انشالله به نزدیکی آماده میسازم. بله. تشکر. ما هم برای شما برار میخواهیم. سلام باشید. دیگر راه صنعت از زحمت، مهنت، مشقت و بیدارخوابی ها رو طلب میکند. هنرمند موفق می شود که واقعا اگر از صدق تلاش میکند، گام های موفق میگذارد و در این میدان دست بالا می شود. ما برای شما برار میخواهیم. آرزو میکنیم که این آخرین نشست ما سر این سفره نباشد و بازم با ترانه های زیبا، با مصرع های شعری خوب، با نوگانی های خیلی جالب رو برای بیننده در صحبت باشیم. بعد موسیقی هایی که شما می نوازید ما یک جای با بیننده ها میشنویم و بعدا خیر و خوش میکنیم. مرحبا. به همه شما سپاس میگم برای آمدن، برای اشتراک و برای یک شام زیبا بخشیدن به بیننده ها و تماشابینان برنامه فضای تلویزیونی سفینه. هموطنان عزیز، آرزو میکنیم که همیشه شادی در کنارتان باشد، همیشه تبسم به لبان شما گل کند و زندگی آسایشته و آرامش همیشگی داشته باشید. خوشنود بمانید. شامتان بخیر، شبتان خوش. تا برنامه های آینده، خیر عزیزان.